عاشقی این است که بلبل با رخ گل می کند، صد جفا از خار می بیند تحمل می کند. مرا در عاشقی بدنام کردی، مرا در عاشقی بدنام کردی، خدا با دیگری حرام کردی، خدا با دیگری حرام کردی. مرا در عاشقی بدنام کردی، مرا در عاشقی بدنام کردی، خدا با دیگری حرام کردی، خدا با دیگری حرام کردی. مرا تنها رها کردی و رفتی، نفس از جان جدا کردی و رفتی. با غمخواری تو کردم امیده، با غمخواری تو کردم امیده، سپردم با خدا کردی و رفتی، سپردم با خدا کردی و رفتی. مرا در عاشقی بدنام کردی، مرا در عاشقی بدنام کردی، خدا با دیگری حرام کردی، خدا با دیگری حرام کردی. کسی که عاشق رنگش خزان است، کسی که عاشق است رنگش خزان است، با جانش درد و بیماری مدام است. سر لوچی گریبانی دریده، سر لوچی گریبانی دریده، شب جمعه به زیارت روانه، شب جمعه به زیارت روانه. مرا در عاشقی بدنام کردی، مرا در عاشقی بدنام کردی، خدا با دیگری حرام کردی، خدا با دیگری حرام کردی. نام خدا بسیار زیبا. تشکر از شما و تشکر از نوازنده عزیزتان و شما از همچنان تشکر. خب آقای منگل شوقی، قسمه که تخلص شما را میبینم شوقی، بله. در ذهنم تخلص یک هنرمند دیگه خطور میکنه که او استاد عالم شوقی هستن. شما کدام قرابت با اینا دارین، نزدیکی دارین، یا ای که فقط تصادف است که نام شما هم تخلصتان شوقی است؟ بسیار گپ خوب است. آجی صاحب عالم شوقی هم از ما کاکای ما میشه، کلان ماست. بسیار خوب. دیگه خود شوقی که تخلص میکنم، شوقم با هنر موسیقی است. زیافتر بسیار خوب. همین بزرگوارشون دیدیم، زیافتر علاقه من شما. یعنی کدام خیشایی ندارین با ایشان؟ داریم، تخیشایی داریم. کاکای ماست. کاکای ساکتان؟
خب ما کاکا میگیم از اون حساب کلانی خب، کاکا بسیار میگیم خوب. ایشان. بله. یعنی من میخوایم بفهمم که شوقی که شما تخلص بله. کردین به حساب از اونا است یا استادتان بوده تدریس کرده بله. شما را تخلص از اونا را گرفتین یا ای که خودتان انتخاب نه کردین؟ خودم با خود یک حساب است که من خودم یک برادرم است بسم الله امراض نام داره که موسیقی را امرای ما کمک کرده از یفتر. بسیار خوب. دیگه باز ما می بزرگا را شنیدیم از یفتر. خب دیگه علاقمند زیاد هستیم از ما پیروی میکنیم. اگرچه که استادتان نبوده یعنی بله. پیششان زانو نزدین برای آموختن موسیقی ولی چون شنیدینشان بله. به نحو استاد شما هستن چطور الگویتان از هستن. آمده فاز. بسیار خوب. پس موسیقی را علمی در کجا فرا گرفتین؟ علمی پیش پیش کی؟ برادرم که بسم الله امراض نام داره و پیش استاد مرحوم امیر محمد پیش از او شاگردی کردن. بسیار خوب. باز ما دیگه بر رهبری این برادرم ما یگان کتم ما یگان کمک کرده موسیقی را از او پیروی میکنم. نام خدا. بسیار بله. خوب. بسیار خوب. خب شما بجز از برادرت کسی بله. دیگه هم هنرمند است در خانواده یا ای که هدف است که خانواده هنرمند است یا که خودت اولین کسی هستی که در هنر پا گذاشتی رو آوردی؟ دیگه تو از ما دیگه یک حساب قبلگاین بود تو باب نماز بود. بسیار خوب. دیگه برادرم هستیم 3 نفر هستیم در حساب اصلی موسیقی همکار هستیم. بسیار خوب. بله. بسیار عالی. دوستان نهایت ارجمند صحبت های ما ادامه داره ولی قبل از یک وقفه کوچک. ادامه لحظات شیرین شب موسیقی به همکاری سیم کارت سلام را خریداری نموده و از همین حالا مصارف موبایلتان را کاهش دهید. سلام، انتخاب افغانها. بیننده های نهایت ارجمند باز هم بسیار خوش آمدید. شما بیننده برنامه شب موسیقی هستین از تلویزیون 1 و مهمان امشب برنامه ما آقای منگل شوقی هستن. خب میگن که شما در سالهای 81 بله. که من خودم هم کم کم به حساب جریان هستم بسیار شهرت داشتین شما در پاکستان پشاور. چه علت بود که وقت قدر زیاد محبوب بودین و حالا یک ذره کم در رسانه ها هستین؟ علت تو بود خب وقت مهاجرت بود پاکستان بودیم. بعض شنونده و بعض دوستایی که هستن کست ها ساب کردیم اونجا. حالا ما هستیم در رسانه هستیم خب متأگان برنامه هنری داریم که کان کنسرت هستیم در این برنامه مصروف هستیم ان شاء الله. برنامه خودتان زیاد است بله، مصروفیتتان بله، که اصلا آدم وقت نمیرسه. محفلای دوستا اشتراک میکنیم دارسای خوشی میریم. بسیار خوب. بله. بسیار خوب. کارهای جدید شما چی است آقای شوقی؟ کارهای جدید یک دو پارچه جور کردیم. بسیار عالی. دیگه نو دیگه سر از مو کار میکنم بخاطر که حساب کلیپ بعض دوستا میگن شما کلیپ ندارین. خب آدیو کاست زیاد دارم که بسیار نرمانده که مثلا خود شما خب بسیار بزرگتر هستین. خواهش می‌کنم. ناز اقبال که از ما آهنگ دارم. نام خدا. بسیار خوب. بسیاری آهنگای نرمانده شهرتی که هستن امروز کاست آدیو بسیار زیاد دارم. اون تا تصویری ندارم دیگه. تصویری بکنین به نظرم بهتر است چون بله، یک ذره وقتی که تصویر و صدا یک جای میشه اثرش یک ذره زیادتر است. بسیار خوب. خب اگر مرا نوازنده عزیز همراهی بکنن با اجازه شما و با اجازه حاضرین محترم من یک آهنگ خودم میخوانم. چرا نه؟ چطور دوستا تشویق میکنین؟ شانه کنم زلفانه سرمه کنم چشمانه بوسه زنم لبانه شانه کنم زلفانه سرمه کنم چشمانه بوسه زنم لبانه جانم قربان جانه بوسه زنم لبانه جانم قربان جانه. نام خدا. از پیش من کار نکو دل من آزار نکو روزم شب تار نکو از پیش من کار نکو دل من آزار نکو من مردم از غم تو روزم شب تار نکو من مردم از غم تو روزم شب تار نکو شانه کنم زلفانه سرمه کنم چشمانه بوسه زنم لبانه سرمه کنم چشمانه بوسه زنم لبانه. نام خدا. چک چک.
کنم زلفانه سرمه کنم چشمانه بوسه زنم لبانه شانه کنم زلفانه سرمه کنم چشمانه بوسه زنم لبانه جانم قربان جانه 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 یک جان سپاس قربانتان تشکر نوازنده عزیز یک جان سپاس قربانتان. ادامه لحظات شیرین شب موسیقی به همکاری سیم کارت سلام را خریداری نموده و از همین حالا مصارف موبایلتان را کاهش دهید. سلام انتخاب افغان ها. یک سلام مجدد خدمت اوید دوستایی که همین حالا با ما تازه پیوستند. شما بیننده برنامه شب موسیقی هستین و مهمان امشب برنامه ما در برنامه محلی ما البته آقای منگل شوقی هستند. خوشبختانه. یک جان سپاس. خب آقای شوقی، اولین آهنگ را که شما اجرا کردین به عنوان اولین آهنگ در هنر کدام آهنگ بود اگر به یاد داشته باشین؟ اولین آهنگ موایی بود که در وقت محفلایی که دو بچه‌ها می‌رفتیم دیگه. بسیار خوب. آهنگ بچه ماشین بود، زیفتر بسیار مروج بود. آهنگ شاپ کجان بودیم یا آهنگا بودن دیگه. یعنی اولین آهنگ را که شما خواندین می آهنگ بود. در حساب کاست‌ها خواندیم. فرق نمیکنه بر اولین بار اجرا کرده باشین در کدام برنامه؟ اولین آهنگ کاست مصرف کردم یک پرچانگ قلندرم بود. خب. او رو باز دوستا بسیار علاقمندش ازیت. بسیار خوب. اولین آهنگ می بود. کدام آهنگتان از زیاد دوست دارین از میان همه آهنگایتان؟ من مطمئن هستم شما بسیار آهنگ دارین وقتی که محلی خان هستین. امی آهنگ قلندرم از یفتر خب. خوش دارم زیاد امی آهنگ. قلندر. بله. شعر و کامپوز و طرزش براتون کی درست میکنه؟ خودتان؟ نه خیلی طرزش از وحیدالله ثنا میگه، او داده بودیم ما. شعر شما از ما بودن دیگه. خب. باز زیادتر شما موسیقی یا آهنگایتان در پاکستان آماده میسازین؟ در پاکستان هم میکنیم بله. چرا نخواستین که داخل افغانستان خب نبودیم در افغانستان، وقتی جندم پاکستان بودیم یگان کاستا رو ثبت میکنیم اینجا. دیگه حالا بخیر که وطن ما شکر آرام شده. بله. اینجا بسیار پروداکشن های خوب جور شده، استودیو های بسیار خوب است. بخیر جور میکنیم دیگه، زنده بودیم بخیر ان شاء الله. ان شاء الله بخیر. و من مطمئن هستم که اینا از اخلاص و صفای بسیار زیاد ابرش با پیش خاطر رفتن، چون هم وطن خودتان هستن. خب اگر سوال کنم، من مطمئن هستم که به یادتان اونقدر نخواد باشه که چند آهنگ دارین در مجموع، ولی بازم تخمینی پرسان میکنم. در حدود چقدر آهنگ شاید داشته باشین؟ آهنگ آدیو دیگه کاست برای دوستا دیگه چی مبالغه کنم خودشان میفهمن. تقریبا ما خودم که پیش خود حساب گرفتیم 18 کاست هم تو اورجینال مدارم. البوم دیگه. بله. هر البومتون چند آهنگ داشته باشه؟ هر البوم 12 پرچانگ داشتم. نام خدا. بله. بسیار آهنگ خواندین. در طول چقدر سال؟ در مشوار غربت دیگه در پاکستان بودیم که ثبت میکنیم. بعضی خود از دوستان مهاجرت بود اونجا. کاستا رو ثبت میکنیم. بیازت مهاجرت ها بود که افغانای ما در پاکستان بودن، نگان آنگار برشان میخوندید. درد بود وقت بسیار. کدام آهنگ خاصی هم برای مهاجرت دارین؟ برای مهاجرت داریم بله خواندیم. بسیار خوب. وقتی که خوانده بودین البته در دوران مهاجرت چه قسم استقبال شده بود؟ بسیار زیاد استقبال شده بود. گرم است. حال کدام آهنگ برای ما میخوانین اگر فرمایش کنیم ما؟ حال یک پرچانگ است که به حساب دکانای زیر دیوالی دیگه آهنگ خواندیم. باز مردم سمت شمال ما باز بسیاری دوستان دیوالا از کوهستان برای کوهستان دیگه یک پرچانگ خواندیم. بسیار عالی. دوست عزیز، هنرمند عزیز ما را گرم استقبال کنین که آهنگ خدا بخوانه. دکانای زیر دیوالی الایا تو کجا مرمی والی الایا ما دستمال پر کنم خسته و پسته تو کجا رمی خوری الایا تو کجا رمی خوری الایا سلام خدا.
شما